عدالت جاری کنه. یگان کس حیمت هم نمیکنه بیا گپ زنه اینجا. ما خودمون باید عدالت جاری کنیم. اعتراض کردن هیچ کس نمیبرن فرما کنن سخت کنن. ای مفتیت اینجا پریچون های مفتیوش ما شما را گفتستم که تو بر این بهیمت ها اگر در دولت بسیار شوه این جمعیت فساد میشه فهمیدی؟ تو بر این بهیمت ها اگر بسیار شوه این جمعیت فساد میشه خاموشی را رویه نکنی همه را صبر و خاصیت تو نیست فرض این چی الله نیست و شما چه مسلمان حیمت های دست پرتفته همین حاکمیت ما دولت نداریم اساسی ما مستملکه ایم نیکی همون حاکمیت هم نگاه میکنه وقتی که خلق اعتراض نکرد بنده با سختتر میتپه با لیش میکنه همه تا میپرتوه بعد او وقت فایده نداره حاضی سری وقت های همون روز ساعت انقلاب من تشکیلاتچیش اینه ایمه عبرت بگیره اینه من تشکیلاتچی هیچ کس یکون دولت دموکراتی حقوق بنیاد باید اعتراض داشته باشه باید مبارزه داشته باشه یگان جای ترسش نیست هیچ کس نمیبرن فرما کنه همین خیلی نمیبرن سخت کنه بچه ریشه میپم ما پیروی رسول الله میگیم ریشه میپرم همه خاموش برید ها ریشه تراش دن ها چکا کنید و چکا کنیم نمیشوه افغانستان را نگاه کنید دولت های دیگر را نگاه کنید چکا کرده استن به مبارزه هیچ وقت جمعیت هیچ وقت آرام نمیشوه ای بد میکنن حالت ملت تاجیک و ای بد بهنه برای همین روز ساعت شما دیگه اینه من تشکیلگر و همین فهمیده مرحمت هم کلاش از سموریده حاضر شه همه اعتراض کردن دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیاوی هیچ کس عمل نکرده بود و نمیکنه التماس میکنه همون روز ساعت انقلاب و فهمیده حاضر شه التماس کسی به خدا و رسولش ایمان داره میگه ما پیرو قرآن ما پیرو سنت خدا همتا نگهبان باشه در امان